هستم با یک آموزش دیگه در اکسل در خدمتتون هستم. آموزش امروزمون مربوط به پروتکت کردن یا قفل کردن صفحه و دیتا هاتون هستش. مواردی هستش که دیتا های شما از اهمیت ویژه‌ای برخوردار هستش و به خاطر اینکه اتفاقی نیفته، داده ای رو دستکاری نکنم و یا مشکل خاصی پیش نیاد که داده های شما تغییری درش ایجاد نشه، لازم هستش که دیتا هاتون رو بحث امنیتیش رو و سکیوریتیش رو ایجاد بکنید تا دیتا قفل باشه و کسی نتونه استفاده بکنه. برای این کار فرض کنید شما یک سری دیتا دارین توی اکسلتون، اینها رو ثبت کردین و هدف شما این هستش که این دیتا ها تغییری نکنه. اگه در حالت معمول باشه اکسل شما باز بشه، این دیتا ها میتونه دیلیت بشه، میتونه حذف بشه، میتونه تغییر بکنه یا مثلا بشه 7.9 این داده، یا به هر صورتی ممکن هستش اتفاقی بیفته و قابلیت دستکاری رو داره که تغییر اتفاق بیفته. برای اینکه از این مشکل جلوگیری بکنیم، دیتا هایی رو که شما ثبت کردین توی ستون ریویو وارد میشین، سربرگ ریویو وارد میشین، گزینه پروتکت شیت رو انتخاب میکنید و اینجا از شما یک پسورد میخواد. پسوردی که مد نظر خودتون هست رو وارد میکنید. به عنوان مثال من مثلا عدد 1 تا 5 رو میذارم، 1 2 3 4 5 رو انتخاب میکنم. گزینه اوکی رو میزنم، دوباره تایید پسورد رو میخواد، دوباره همون پسوردی رو که زدم انتخاب میکنم، 1 2 3 4 5. گزینه اوکی رو که بزنم دیگه این فایل ها به هیچ عنوان قابل تغییر نیست. مثلا دیلیت رو بزنم، این پیغام میاد که این قفل شده و نمیتونه تغییر بکنه. هر کدوم از دیتا ها رو تغییر دیلیت بزنم یا به عنوان مثال بخوام دیتایی رو عوض بکنم، باز هم هر گزینه رو که بزنم امکان تغییرش وجود نداره و دیتا های شما از امنیت کافی برخوردار هستش. حالا زمانی که بخواید کار بکنید و مجددا خودتون در اختیارتون باشه و دیتا ها رو بخواید تغییراتی رو درش ایجاد بکنید، مجددا همین گزینه ریویو رو میرین، آن پروتکت رو انتخاب میکنید و از شما پسورد میخواد. پسوردی رو که انتخاب کرده بودید، به عنوان مثال من 1 تا 5 رو انتخاب کرده بودم، وارد میکنم، 1 2 3 4 5. گزینه اوکی رو میزنم، دوباره ستونهای من فعال میشه و هر تغییری رو که بخوام میتونم داخلش ایجاد بکنم. امیدوارم که آموزش امروز هم براتون مفید بوده باشه.